الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث بالسيف رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه نهم از آموزش توحید می باشد و ان شاء الله تعالی در این حلقه قسم چهارم ترس از شرک به شما بیان کرده می شود. بله، حلقه موضوع ترس از شرک طولانی هست، بزرگ هست. باید من و شما بیاموزیم، بفهمیم و از شرک بترسیم. تا امروز به شما معنای شرک، تقسیمات شرک و آیات‌های چند در این مسئله و مسائل گوناگون بیان کرده شد. حالا باشد احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شما بیان می نماییم که حدیث‌های صحیح است که دلالت می کند که من و شما باید از شرک بترسیم و از شرک ترسیدن این راه نجات است. این صفت مؤمنین و موحدین است. از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده است. البته این روایت در مسند امام احمد وجود دارد. امام احمد در کتاب مسندشان و الطبرانی و اینچنین ابن ابی الدنیا و البیهقی، این علما این حدیث را روایت میکنند. حدیث به سند صحیح است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند: اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. سخت‌ترین چیزی که من به شما از اون میترسم، ترسنده ترین چیزی من نسبت به شما، یعنی اون چیزی که من از همون سخت میترسم که در بین شما شاید به وجود آید، این شرک اصغر است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به صحابگان میگفتند که من به شما از شرک اصغر میترسم. قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. ای رسول الله، شرک اصغر چیست؟ به ما بیان بکنید که این چی است. البته به زبان تاجیکی معروف است که شرک اصغر شرک میده. ما به شما در حلقه گذشته بیان نمودیم که شرک اکبر شرک بزرگی که الله سبحانه و تعالی صاحبش را اگر توبه نکرده از این دنیا بمیرد نمی بخشد و خالدا مخلدا فی النار، در جهنم باقی میماند و تمام عملهای خوبی کرده اش حبطه و نابود است، هباء منثورا. اما شرک اصغر چیست؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: الریه. یقول الله یوم القیامه اذا جزی الناس باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. شرک اصغر پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند این ریا هست. ریا چیست؟ خودنمایی کردن. یک عملی که شما به خاطر الله انجام میدهید اما در درونش کمی به خاطر مردم هم عمل را انجام میدهید. یک انسان عبادت میکند اما در حالت عبادت کردن خودنمایی میکند، خودش را به مردم نشان میدهد که چقدر انسان عبادتکار است، چقدر انسان سخاوتمند است و غیره و غیره. از مردم مدح میخواهد، ثنای مردم را میخواهد که مردم بگویند که ای ماشاءالله چقدر خوب بود است این انسان، موحد است اما شرک اصغر دارد. خودش را نشان دادن را میخواهد که مردم را لاف بزنند، مردم اون را خوبی بگویند، بهترینی بگویند. به خاطر همین کوشش میکند که عملش را مردم ببینند. این ریا است. الله سبحانه و تعالی در روز قیامت زمانی که مردم را به عملهایشان جزا میدهد میگوید:
پیامبر صلی الله علیه و آله میگن اذهبوا، ای ریاکاران بروید به نزد همون کسانی که شما به همونها عملتون رو نشان میدادید، به خاطر همونها یعنی عملتون رو خوب میکردید تا که اونها ببینند. هل تجدون عندهم جزاء، آیا در نزد اونها جزای مییابید، یگان مکافات مییابید؟ که البته نه. هیچ کسی در روز قیامت بجز الله به شما راه نجات را داده نمیتواند، مکافات جزا داده نمیتواند. همه خودش به خودش اواره هست و سرسان و سرگردان است. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، اگر این حالت شرک اصغر باشد، حالت شرک اکبر چیست؟ اگر این صاحب شرک اصغر در روز قیامت سرگردان باشد، شرمنده و شرمسار و خار و ذلیل باشد، الله بگوید که برو از پیش من، رو به نزد همون کسانی که تو به خاطر همونها عمل میکردی، به همونها عملت را نشان میدادی، برو که کنی به تو چی جزای میدهند؟ برای اینکه تو عمل را به خاطر من نکردی، به خاطر اونها کردی، به خاطر ثنا و مدح کردی. پس چی برسد به صاحب شرک اکبر؟ چی عذاب دردناک انتظار مشرکین شرک اکبر هست؟ پس این حدیث در حقیقت به من و شما خبر می دهد که باید ما از شرک بترسیم، اکبر و اصغر. اما در اینجا حدیث خاص دلالت به شرک اصغر میکند، یعنی مؤمنین و موحدین از شرک اصغر باید پرهیز نمایند، نگویند که من شرک اکبر ندارم که خلاص و شرک اصغر را انجام بدهند. ریاکاری، قسم خوردن به غیر الله و به یک کسی طمع کردن، به یک کسی دست درازی و یعنی از همون یک چیزی مکافات را همیشه انتظار بودن، به مردم تعلق داشتن. سبحان الله، این همه شرک اصغر است که امروز بخصوص وبای ریاکاری به نهایت جوش میزند. پس ما باید بترسیم و از این نمود شرک ها برحذر باشیم. شیخ محمد ابن عبدالوهاب در کتاب توحیدشون وقتی که این حدیث رو میگن 4 فایده از این حدیث گرفته میشد. اولا میگن الخوف من الشرک، اولین فایده که از این حدیث میگیریم ما باید از شرک بترسیم. چگونه بترسیم؟ وقتی که انسان یک شرک میده بکند، ریاکاری، کمی خودش را به مردم نشان بدهد، الله در روز قیامت در بین این همه مردم این انسان را شرمنده و خوار و ذلیل میکند. پس ما باید بترسیم از خوار و ذلیل شدن، از شرمنده شدن، از حساب و کتاب الله بترسیم، چرا که الله هر کسی را که سخت حساب کرد البته اون هلاک می شود. شیخ در دوم فایده میگن که ان الریا من الشرک، ریا البته از شرک است. ریاکاران شرک را انجام میدهند، اما شرک اصغر را، صاحب شرک اصغر را ما مشرک نمیگوییم. هر کسی که ریای یسیر، ریایی که به درجه شرک اکبر نبرآمده باشد، ما این را مشرک نمیگوییم، بلکه میگیم که تو شرک داری، کمی شرک داری اما تو مشرک نیستی. کسی که شرک اکبر کرده است این مشرک است، اما کسی که شرک اصغر کرده است این را ما مشرک نمیگوییم، میگیم که تو شرک داری. سومین فایده این است که شیخ میگن که از این حدیث میفهمیم که ریا این شرک اصغر است. البته ما تفصیلاتش را ذکر میکنیم که ریا کدام حالت شرک اصغر است و کدام حالت به درجه شرک اکبر هم میبرد. بله علما سخن میکنند. چهارمین فایده میگن شیخ محمد ابن عبدالوهاب میگن که انه اخوف ما یخاف منه علی الصالحین، شرک اصغر یعنی ریا، انمین شرک اصغر و غیر از ریا دیگر عملها از همه سختترین چیزی که بر صالحین ترسیده می شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به صالحین ترسیدند. صالحین گفتند من از شما فقط از یک چیز می ترسم که شرک اصغر را انجام میدهید. صالحین کیا هستند؟ علما خیلی که علی بن خدیر در تفسیر در شرح این حدیث و اینچنین در کتاب تجرید التوحید الجمع والتجرید و اینچنین شیخ عبدالرحمن نبیری، محمد ابن عبدالوهاب در کتاب قرة العیون الموحدین یا که فتح المجید و اینچنین دیگر از علما بنانده عبدالله یا که سلیمان ابن عبدالله در کتاب تیسیر التوحید یا که حمد ابن عتیق نبیری محمد ابن عبدالوهاب یکی از بزرگترین علمای اهل سنت و الجماعت در کتاب
ابطال و تندید ذکر میکنند که صالحین البته که موحدین، یعنی کسانی که محرمات الله را ترک نمودند و واجبات الله کرده را بجا آوردند. صالحین قول راجح میگند موحدین است. کی ها هستند صالحین؟ موحد ها هستند، چرا که این باب توحید است. پس ای کسانی که راه توحید را اختیار کرده اید، ای کسانی که اهل توحید شده اید، ای کسانی که اصل توحید را بجا آورده اید، ای کسانی که شرک اکبر را ترک نموده اید، شما خاطرجم نباشید. شما نگویید که تمام من دیگر کامل شدم. نه والله، شما باید بترسید از شرک اصغر که رسول الله در حق شما گفتند که من به شما از شرک اصغر میترسم. ممکن است که یک انسان موحد باشد، شرک اکبر را ترک کرده باشد، اما شرک اصغر به وجود آید، ریاکاری بکند، خودنمایی بکند، که این یک درد و کسلی و وبای شدید است. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای صالحین ترسنده ترین چیز گفتند. این دلالت میکند که صالحین موحدین از اونها گناه به وجود آمدنش ممکن است، عصیان یعنی گناه های کوچک یا که گناهی کبیره هم آمدنش ممکن است، اما از درون گناه ها از همه سختترین گناهی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای موحدین میترسیدن این شرک اصغر بود. برای همین بخصوص ریا بود. این دلالت میکند که ریا یک کسلی شدیدترین و زمین است. ریا این شرک اصغر است. بغیر از ریا شرک اصغر بینهایت زیاد است، اما شدیدترین شرک اصغر ریا است. ریا به مانند یک زنبوره سیاه است. زنبوره سیاهی که در بالای سنگ سیاه در شب تاریک راه میگردد. مثلا شب تاریک است، در نزد شما یک سنگ سیاه است، در بالای سنگ سیاه یک زنبوره سیاه راه میگردد. آیا میفهمید که در بالای این سنگ سیاه در شب تاریک زنبوره وجود دارد؟ نه والله، نه والله. زنبوره سیاه را در بالای سنگ سیاه در شب تاریک هیچ کسی فهمیده و دیده نمیتواند. پس این به مانند ریا هست که ریا در درون انسان همین به مانند زنبوره سیاه پنهان است. چخیلی که زنبوره سیاه در بالای سنگ سیاه در شب تاریک پنهان می شود و دیده نمی شود، ریا هم در درون انسان پنهان می شود و دیدنش مشکل است. هر کس فهمیده نمی تواند. بسیار انسان خود را موحد می گوید، البته موحد است باذن الله، ان شاء الله اگر اصل توحید را انجام داده باشد، شرک اکبر را به تمام ترک کرده باشد، موحد است، اما شرک اصغر را به جا می آورد. شرک اصغر را که به جا آورد در روز قیامت به عذاب الله، به حساب الله و به نابود شدن حسنات هایش گرفتار می شود. پس این دلالت می کند که ما باید بترسیم، ما باید پرهیز نماییم. پس موحدین، صالحین، سخت‌ترین چیزی که پیامبر صلی الله علیه و آله در حق شما میترسن شرک اصغر است. بیاموزید. شرک اصغر را چگونه ترک میکنیم؟ اول میآموزیم، معنای شرک اصغر را آموختیم، نمودهایش را میآموزیم، احکامش را میآموزیم، و بعد از این تمام چیزی که شرک اکبر گفته میشود و تمام چیزی که شرک اصغر گفته میشود میآموزیم و ترک میکنیم و بر حذر خودمون را نگه میداریم و از این عملها حذر میکنیم و از جمله همون انسان ها نمیشویم و از همون انسان هایی که شرک دارند دور میشویم. و البته که دعا میکنیم و میگوییم و جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام، ای الله مرا و فرزندانمان را از بت پرستی نگه دار، که این دلالت به شرک اکبر میکند. اما دیگر دعاها است که خیلی که در حلقه گذشته گفتیم، استغفر الله العظیم من كل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا وعلانیة واتوب الیک. ای الله من از تو طلب استغفار میکنم از تمام گناهایی که انجام دادم، دیده و دانسته نفهمیده انجام دادم، من از تو طلب مغفرت میکنم، توبه به سوی تو میکنم، انابت میکنم، مرا ببخش. البته این دعا انسان را از ریا دور میکند. علاج ریا دعا هست، علاج ریا این توحید است، اخلاص است. بارک الله فیکم. پس این بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به من و شما خبر دادند. این حدیث خیلی که گفتیم به ریا دلالت میکند، یعنی شرک اصغر دلالت میکند. شرک اصغر ریا است. اما ریا همیشه آیا شرک اصغر است؟ البته علما میگویند بمانندی عبدالرحمن نبیره
محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله و اینچنین حمد ابن عتیق و دیگر از علما ذکر میکنند. عبدالرحمن در کتاب قرة عیون الموحدین ذکر میکنند که ریا اصغرش، یعنی ریا کمش، یک یسیر، یعنی یک ریای کم، ریایی که زیاد نباشد، این شرک اصغر است. اما میگن وقتی که ریا به نهایت بزرگ شد، یعنی یک انسان عملش رو 100% فقط بغیر الله انجام داد، این البته شرک اکبر است میگند. و این چنین سخن عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه را ذکر میکنند که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه همچنین شرح دادند. و این چنین ابن القیم الجوزی این سخن را ذکر میکنند، میگند و اما الشرك الاصغر كيسير الرياء، اما شرک اصغر میگن به مانند کمی از ریا، ریای کم شرک اصغر است، اما ریای بسیار این چی است؟ شرک اکبر است، ریای بزرگی که به نهایت بزرگ باشد و از اصل باشد. سبحان الله، از همین جهت ما باید احتیاط باشیم. البته قول جمهور علما هست که در اینجا میگن که ریا البته مطلقاً این شرک اصغر است، اما خیلی که نظر میکنیم دلیل به همون جا میگردد که ریایی که 100% کاملا ریای اکبر باشد، این شرک یعنی اکبر است و به این دلالت میکند آیت قرآن، چرا که الله سبحانه و تعالی صفت منافقینی که منافقین اعتقادی کفری بودند، کفر شده بودند، مرتد شده بودند، یا صفت کفر را به همون ریای اکبر ذکر میکند. الله میگه و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، منافقین در زمان رسول الله وقتی که به نماز میخستند با تنبلی و با نخست میخستند. این دلالت میکند که یعنی زیاد ریای بسیار از شرک اکبر است و این از علامت منافقین است. علامت کفار هم همچنین است، الذين هم يراؤون و يمنعون الماعون. کفار این کسان هستند که ریاکارند. الذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الاخر. در جای دیگر الله میگه آنانی که مالهایشان را نفقه میکنند به ریاکاری، به خاطر ریا، به خاطر خودنمایی صدقه و نفقه میکنند، اینها ایمان به الله و روز قیامت نآوردند. پس این دلالت میکند که یعنی سبحان الله شرک اصغر به نیت انسان به درجه اش دیده باز به اکبر تبدیل یافتنش ممکن است. برای این احتیاط باید انسان باشد، انسان باید احتیاط باشد. پس این دلالت میکند که انسان موحد انسان است که از او گناه به وجود آمدنش ممکن است، شرک اصغر به وجود آمدنش ممکن است، از اون شوائب شرک یعنی یک بعضی دیگر گناهایی که انسان را به شرک اصغر میبرد به وجود آمدنش ممکن است. اما از همه سخت‌ترین چیزی که به اهل توحید ترسیده می شود این شرک اصغر است. اهل توحید خودداری کنید، پرهیز بکنید و دین خود را آموزید و البته از جمله موحدین حقیقی باشید. بارک الله فیکم. پس علما میگن در زیر این حدیث یک قضیه زمان حاضر، یک قضیه معاصری را ذکر میکنیم. در زمان ما از همه سخت‌ترین چیزی که ترسیده می شود بر علما و طالب علم و پیشوایان امت اسلام انمی شرک اصغر است. علما و طالب علمان باید از شرک اصغر پرهیز کنند. یعنی وقتی که عملی را انجام میدهند، دعوت میکنند، مینویسند، درس میدهند، همه این عمل را نه به خاطر مدح، نه به خاطر ثنای مردم، نه به خاطر مردم، نه به خاطر اینکه مردم بگن که تو خوب هستی ماشاءالله تبارک الله، بلکه به خاطر الله سبحانه و تعالی انجام میدهند. به خاطر یگون چیزی، به خاطر کسی نه، به خاطر تحقیق مصلحات دنیوی علم را استفاده نبرند. البته بعد از توحید، آموختن توحید، بعد از رسانیدنش، بعد از یعنی دعوت به سوی توحید، الله هر برکه‌ای که به شما میدهد، به اهل علما و طالبین برکه‌ای که از جانب الله میاد، این الحمدلله بشرا نعم المؤمن، این یک بشارت برای مؤمن پیش از مرگش هست، این خوب است. اما انسان نباید طمع بکند. هر علما و طالب علمی که به خاطر کرسی، به خاطر مردم، به خاطر مدح و ثنا، به خاطر مصلحه دنیویش دعوت را انجام داد، دین را واسطه کرد
داند که آخرتش خاری است، آخرتش زار است. گرچنده که در نظر مردم شاید این خانه دارد و زندگی میکند، اما در روز قیامت اولین سؤال و جوابی که میشود الله سبحانه و تعالی از همونها میکند. پس با خبر باشید. امروز علماء السوء، علمای سلاطین، آنهایی که فتوا میتند سرچشمه، یعنی فتوا به نفس طاغوت ها میتند، به ضد اسلام فتوا میتند. چرا به این درجه آمدند؟ برای اینکه در اول سرشوی کارشان به خاطر ریا بود، به خاطر مصلحه دنیوی بود. آمدند و به کفر واقع شدند. بارک الله فیکم. یا ریاکاری های سیاسی، ریاکاری های و غیره و غیره، از این چیزها ما باید پرهیز بکنیم. خصوصا علما و طالب علمان اهل سنت و الجماعت. و حدیث دیگری که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است که به من و شما دلالت میکند، به من و شما میفهماند که ما باید از شرک بترسیم، این حدیثی است که عبدالله بن مسعود روایت میکنه. انا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاری. یعنی امام بخاری روایت میکند. یعنی هر کسی که بمیرد در حالتی که بجز الله ند را، شریک را قرار داده است، پس این داخلی نار می شود مطلقا. البته اولا بگویم که این حدیث دلالت به شرک اکبر می کند. حدیثی پیش گفته امان دلالت به شرک اصغر می کرد، یعنی مؤمنین و موحدین باید از شرک اصغر ترسند بود، اما این حدیث دلالت به شرک اکبر می کند. این حدیث دلالت می کند که هر کسی که مشرک وفات کرده است خالدا مخلدا فی النار، ابدالابد در جهنم می سوزد. پس سوال اینجاست که همه مشرکین آیا به جهنم می روند، یا آیا مشرک وجود دارد که مشرک در این دنیا مشرک باشد و اما در آخرت الله امتحان کند شاید به جنت رود؟ البته هر مسلمانی که، هر انسانی که خودش را مسلمان بگوید، در بین مسلمان ها زندگی بکند، دسترسی به قرآن و سنت داشته باشد، دسترسی به علما داشته باشد، به علم دسترسی داشته باشد، به فهم اسلام دسترسی داشته باشد، اینترنت را فهمد، خودش را مسلمان گوید، یوتیوب در دستش هست، اینترنت هست، سوال تیاد همه جواب ها وجود دارد، اما بعد از این باز مشرک شده است، باز مشرک است، به دینش اهمیت نداده است، این مشرک است، این چنین انسان بمیرد خالدا مخلدا فی النار است، ابدالابد در جهنم می سوزد. امروزه مشرکا عذری ندارند، امروزه مشرکا عذری ندارند، برای اینکه همه اشان میدانند. حتی امروزه مشرکا به اهل توحید رد میزنند، دلیل ها آورده اهل توحید رد میکنند که مشرکی این حق است میگند. اعوذ بالله من ذلك. همه صوفی ها، همه این قبوری ها، همه دیگر این مشرکایی که امروز مشرک سیاسی شدند، مشرک دموکراتی شده هستند، بمانند حزبی ها، حزبی ها هم مشرک است، اینا مشرک دموکراتی است، ما به اونها بیان میکنیم، اونها به ما رد میزنند. البته به اینها حق رسیده است، اینا مشرک است. اینا وقتی که وفات میکند در حالت شرک، کسی که دیده و دانسته، یعنی در بین مردم دیده و دانسته، نه بلکه ندید، یعنی نفهمیدم بگوید هم، خبر نرسیده باشد هم، این عیب خودش است. چرا حرکت نکرد؟ چرا برای فهمیدن دینش حرکت نکرد؟ پس این خالدا مخلدا فی النار است. اما یک انسان نو مسلمان شده باشد، نو مسلمان شد، بی خبر یک شرک انجام داد، یا که در یک کوه، در یک غار زندگی کرد که ناممکن است امروز وجود ندارد، یگان شرک انجام داد، یا که در بین کفر من مسلمانم گفت زندگی کرد و در همونجا به یعنی نشأت رسید، اما از اسلام بی خبر بود، مسلمان زاده و خودش رو مسلمان میگفت، از حقیقت اسلام بی خبر شد و اصلا دسترسی به علما، دسترسی به اینترنت و هیچ چیزی نداشت، به کتاب و به قرآن و سنت نداشت. علما میگن که این چنین انسان البته حکمش در این دنیا مشرک است، کافر است، مشرک است، اما خونش برای مسلمان ها حرام است، مالش حرام است و این انسان را مخالدا مخلدا فی النار نمیگوییم. چرا که در حقیقت این انسان جاهل بود، این اینترنت دسترسی، یعنی بگیم دسترسی به علم نداشت، دسترسی به علما نداشت، دسترسی به فهم حق نداشت، دیگر شرایط نداشت. این انسان را ما مشرک میگوییم، کافر میگوییم، حکمش در این دنیا حکم کفار و مشرکین است. یعنی وقتی که مرد ما به این جنازه نمیخونیم، به این یعنی ذبح اینه نمیخوریم، یعنی بعد از این به این دعا نمیکنیم و غیره و غیره، در مسئله نکاح، میراث و جنازه همه اش مثل کفار است.
اما در روز قیامت این رو ما خالدن فی النار نمیگیم. الله سبحانه و تعالی این رو امتحان میکنه. خیلی که حدیث صحیح وارد است در روایت امام مسلم. الله سبحانه و تعالی این چنین انسان ها رو امتحان میکند. مثلا اهل فطرت رو، فرزندان کافر رو، فرزندان مشرکین و کافرین و این چنین انسان ها رو الله امتحان میکند در روز قیامت. وقتی که از امتحان الله گذشتند، از امر الله گذشتند، بعد از این داخل جنت اگر نگذشتند، از این میبرد که در این دنیا هم حق وقتی که میرسید قبول نمیکردند و داخل جهنم. البته الله عادل است و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. انا این مسئله حق است. من فکر میکنم در حلقه آینده در مسئله آیا جهل برای شرک عذر شده میتواند و نمیتواند شاید صحبت بشود یا که در حلقه های آینده. لیکن مختصرا ما به شما بیان کردیم بدونید که جهل در مسئله شرک عذر نیست و هر کسی که شرک را انجام داد این مشرک است و اگر شرایط آموختن دین باشد و چخیلی که امروز شرایط است نه آموخته باشد خالدن مخلدن فی النار است. با این تفصیلی که در گذشته کردیم. پس هر کسی که بمیرد در حالتی که مشرک است با الله روبرو شود در حالتی که مشرک است و شرک اکبر کرده است داند که داخل دوزخ است. مزار پرست، قبر پرست، ایشان پرست، درخت پرست فرزندش را از مزار میخواهد، شوهرش را از مزار میخواهد، شفاش را از مزار میخواهد، ذبحش را در نزد مزار میکند. آیا این مسلمان است یا مشرک است؟ و من اظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلين. سبحان الله. پس از اینها دیده باز کی گمراه تر است؟ پس اینها شرک اکبر را انجام میدن. هر کسی که حکم بغیر حکم الله بکند، هر کسی که حکم بغیر حکم الله کردن را درست بگوید، نکند هم جایز بداند، خوب بداند، طرفدار همین بشود، همین بیرق را بردارد، در همین راه کوشش بکند، کمکش بکند، همش مشرک است. هم در ربوبیت، هم در الوهیت، هم در اسما و صفات حاکم مشرک است و باقی مانده همش در الوهیت مشرک شده است. شرک در طاعت و در غیره دارد. هر کسی که قانون به ضد قانون الهی میبرد، حلال کرده الله را حلال میکند، حرامش را حلال میکند، حلال را حرام میکند و غیره، البته این مشرک است. شرک در تشریع قانون برار یگانه الله است. هر کسی که بغیر الله قانون برآورد و این قانون را به سر مردم جاری کرد این مشرک است. حاکمش مشرک است. لشکرانش که به این اطاعت میکنند کافرند و مرتدند. و این چنین هر کسی که این راهی علمانی و لیبرالی و همه شرک اکبر است. پس ببینید که مسئله بینیت بزرگ است، شوخی نیست. به دینتون چنگ بزنید. الله گفت واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. به حبل الله چنگ بزنید و از این حبل جدا نشوید، همه در همین حبل باشید. حبل چیست؟ حبل این توحید است. حبل این قرآن و سنت است. قرآن و سنت این توحید است. به توحید ما باید یگانه چی باشیم؟ یگانه و تنها به توحید جمع بشویم. مسلمان ها باید در بالای توحید متحد بشوند، نه در بالای شرک و کفر و بدعت و خرافات. بارک الله فیکم. پس شیخ محمد ابن عبدالوهاب میگن که این حدیثی که امام بخاری روایت میکنه از عبدالله ابن مسعود، این تفسیر لا اله الا الله است. یعنی هر کسی که بمیرد در حالتی که بجز الله ند را، شریک را بپرستد و عبادت بکند داخلی دوزخ میشود، ابدالابد در جهنم میماند. امام بخاری روایت میکنه. شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب میگن که این سخن دلالت میکند به تفسیر لا اله الا الله. لا اله الا الله چیست؟ یعنی نیست معبودی بر حق بجز الله. هر کسی که بجز الله چیزی دیگری رو عبادت بکند مشرک است. پس هر کسی که تنها الله را عبادت بکند این موحد است و جایش جنت است. پس همین لا اله الا الله است. لا اله الا الله چیست؟ لا اله الحق، نیست معبودی بر حق، یعنی نفی تمامی چیزهایی که بجز الله پرستیده میشد، الههای باطل را رد کردن، انداد و ارباب و تمام الههای باطل را، کفر بر طاغوت را انجام دادن، الولا و البرا الا الله، الله را اثبات کردن، یگانه الله را عبادت نمودن. چرا ما این حدیث را میگیم که دلالت به شرک اکبر میکرد؟ برای اینکه یدعو، شرک در عبادت همیشه اکبر است. شرک در عبادت همیشه اکبر است. خیلی که علمای نجد این را ذکر کردند. این سخن معروف است به اجماع علمای اهل سنت و الجماعت است.
بارک الله فیکم. و همین حدیث رو هم امام بخاری در کتاب صحیح بخاریشون در باب توحید ذکر کردن. برای همین به تمامی برادران اهل سنت و الجماعتی که مطالعه کردن را دوست می‌دارند کتاب امام بخاری را مطالعه نمایند. بخصوص امروز ترجمه روسی دارد، ترجمه های فارسی دارد، تاجیکی دارد. شما 3 باب مطالعه نمایید. 3 باب ایمان از کتاب امام بخاری فهرست نظر کنید، کتاب ایمان یا که باب ایمان گیرید حدیثاش خوانید و کتاب اعتصام، باب اعتصام، کتاب اعتصام نگرید، یعنی چنگ زدن به قرآن و سنت خوانید. و این چنین کتاب توحید امام بخاری، کتاب توحید یعنی باب توحید، تمام حدیث هایی که به توحید وارد شده است ذکر میکنند. ما باید هر یکی ما اینو خوانیم. ما از الله دعا میکنیم که به ما فرصت بدهد که یک روز به برادران و خواهران اهل توحید این کتاب را شرح بدیم. لیکن امروز اهم و مهم توحید است که ما باید به تفصیل شرح بدیم و روز ان شاء الله روز می آید که ما اون را هم شروع میکنیم. پس این بود برادر عزیزم. لا اله الا الله را فهمیدن میخواهی؟ پس بدان که هر کسی که در این دنیا بغیر الله چیزی دیگری را عبادت کرد داخل جهنم شد و هر کسی که غیر الله را ترک کرد و یگانه الله را عبادت کرد داخل جنت شد. انمی لا اله الا الله است. رکن های لا اله الا الله البته 2 رکن و محمد رسول الله 2 رکن و معنای این و شروط این در حلقه گذشته لا اله الا الله بیان شده است. مخصوص ما 100 حلقه در مسئله لا اله الا الله کرده استیم و وجود دارد. باید انسان بیاموزد و عمل بکند. این بود حدیثی که روایت میکنند. پس این حدیث هم به ما دلالت میکند ترس خبر میدهد ترس از شرک رو. یعنی هر کسی که بمیرد اگر در حالت مشرکی باشد ابدالابد در جهنم است. پس برادرم، خواهرم، امروز ما میبینیم که مردم شب روز به خاطر یک دنیای ناچیزی که همه امان میدونیم که پایان مییابد، عمر امت رسول الله بین 60 و 70 است، از 70 و اقلهم من یجاوز ذلك، از 70 کم انسان ها میگذرد، 70 نرفته انسان ها میمیرند، زیادشون همچنین هستند که من شما میبینیم. 30 ساله و 35 و 40 شده ای، چند سال دیگر عمرت ماند والله اعلم، شاید فردایی نباشد. اما میبینیم که امروز به تمام هنرش، به تمام وجود و هستیش انسان برای کسب کردن دنیا از سحر تا بیگاه حرکت میکند، برای یک لقمه نانش. جوانها را میبینیم که برای آینده دنیایشان زبان انگلیسی میخوانند، زبانهای گوناگون از یاد میکنند، تمام گراماتیکش را میدانند و غیره و غیره. همه این به خاطر چی؟ یا به خاطر شهرت، یا به خاطر منصب و اخیر به خاطر دنیا. اما بدان که این توحید دنیای تو و آخرت تو را نجات میدهد. توحید دنیای تو آخرت تو را خوشبخت میکند. توحید دنیای تو آخرت تو را زیبا میگرداند. مگر شایسته آموزش نیست؟ مگر شایسته صرف وقت نیست؟ من امروز بسیار میشنوم که برادران و خواهران میگن وقت ندارم. اعوذ بالله من ذلك والعیاذ بالله. وقت ندارم گفتن به آموزش توحید این کفر است. نه آموختن توحید به سبب نبودن وقت این شکننده اسلام است. دهمین شکننده اسلام همین است که انسان از دینش روی میگرداند. چگونه؟ نمی آموزد، قصدن نمی آموزد، نه، بلکه میگوید که من میخواهم که آموزم اما وقت ندارم، چرا که به مشغولیت دنیاش است. تا بزرگ شدنش 10 سال 11 سال مکتب خوند، تعلیم گرفت، زبان آموخت، کامپیوتر آموخت و غیره و غیره. بعد از این حرکت به دنیا، همه آموزش هم به خاطر دنیا و غیره. نه، توحید رو باید بیاموزیم. ما امروز چقدر آموخته ها را، چقدر مکتب گویا عالی کفار تمام کرده ها را میبینیم که خارزار است. اما اهل توحید همیشه عزیز است. عزت در توحید است. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنین. عزت از آن الله است،
از آن رسول الله است و از آن مؤمنین است، موحدین. ولكن المنافقین لا يعلمون. اما منافقا بیخبرند. عزت را منافقا در دیگر جای میکوند. پس بیایید با آموختن توحید عزیز گردیم. بیایید با آموختن توحید خوشبخت بشویم. بارک الله فیکم. این بود حدیثی که در این مسئله آمده است. اما باز میگردیم به حدیث دیگر که البته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به من و شما خبر دادند که من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. البته این حدیث رو جابر رضی الله عنه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میکرد. حدیث صحیح است. والله اعلم امام بخاری و اینچنین در سنن و مسند روایت شده است. رسول الله میگند هر کسی که الله را ملاقات کرد، یعنی هر کسی که در روز قیامت با الله روبرو شد در حالتی که با الله شریک را قرار داده است، یگان چیزی را با الله شریک قرار داده است، این داخلی دوزخ می شود. و هر کسی که با الله ملاقات کرده است، روبرو شده است، از این دنیا وفات کرده است در حالتی که با الله یگان چیزی را شریک قرار نداده است، داخل جنت می شود. پس برادرم و خواهری بزرگوارم، درجه بالاترین آسان جنت رفتن این موحد بودن و شرک اکبر و اصغر و آن چیزهایی که از سخن یا عملهایی که وسیله برای شرک اصغر است که ما در حلقه گذشته بیان نمودیم، همه اینها را ترک کردن است. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. پس انسان باید از شرک بترسد، چرا که از این همه آیات ها فهمیدیم، از این همه احادیث فهمیدیم که عاقبت انسان مشرک به نهایت وزنین است و ظلمات است و خطرناک است و هیچگاه به خاطر مردم زندگی نکنیم. مردم چیزی میگوید بگوید، مردم شما را سلفی میگوید، وهابی میگوید، خوارج میگوید، طعنه میزند، چیزی میگوید بگوید، اما شما در منهج قرآن و سنت به فهم سلف امت در منهج باشید که در اون منهج علمای اهل سنت به شما ذکر کرده باشند و دلیل به قرآن و سنت داشته باشید. هیچ پروای از مشرکین، از مرتدین، از کفار، از مرجعه خبثا و از این اهل بدعت نداشته باشید. همیشه به خاطر الله زندگی بکنید. این زندگی شما را به نهایت آسان میکند. در زندگی کردن به زندگی کس و به زندگی خودتون را به کس نشان دادن دست کشید. به خاطر الله زندگی بکنید. و از همه بسیارترین چیزی که کوشش میکنید این آموختن توحید و آموختن شرک به خاطر ترک شرک باشد. بارک الله فیکم. با همین حلقه ترس از شرک را به آخر میرسانیم و از الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم که ما را از شرک نجات بدهد، از شرک اکبر و اصغر و از شعبهای شرک، اون قول و عملهایی که ما را به شرک اصغر میبرد، از این هم ما را نجات بدهد.